نیازی نیست با کسی رقابت کنید. نیازی نیست خودتان را با کسی مقایسه کنید. فقط باید همان کسی باشید که هستید. عشق باشید، اما عشق واقعی، نه آن عشقی که شما را تسخیر کرده و باعث می شود به عشق باور داشته باشید. نه عشقی که باعث می شود حسادت کنید و بر دیگران مسلط شوید. نه عشقی که شما را با تمام شکنجه ها و مجازات جهنمی مستقیما در جهنم قرار می دهد. نه عشقی که باعث می شود به نام عشق خود را فدا کنید یا باعث می شود به خود آسیب برسانید و یا به نام عشق به دیگران صدمه بزنید. نماد عشق به شدت تحریف شده است. عشق واقعی همان چیزی است که با آن متولد شده اید. عشق واقعی همان چیزی است که شما هستید. شما با هر آنچه که نیاز دارید متولد شده اید. اگر امروز با ترس خود روبرو شوید، فردا در رویای دومین توجه جهانی از جنگجویان را خواهید دید. اما فقط به این دلیل که امروز در برابر ترس پیروز شدید، به این معنا نیست که در جنگ پیروز هستید. نه، جنگ تمام نشده است. جنگ تازه آغاز شده است. شما هنوز قضاوت می کنید. هنوز تمام این مسائل را دارید. فکر می کنید همه چیز تمام شده است، اما ناگهان ستمگر درون شما برمی گردد. بله، دوباره و دوباره و دوباره. و این فقط ستمگر درون شما نیست، بلکه ستمگر تمام اطرافیان شماست. برخی از آنها از برخی دیگر بدتر هستند. حتی اگر سالها در جنگ بوده اید، حداقل می توانید از خود دفاع کنید. به عنوان یک جنگجو ممکن است در جنگ پیروز شوید یا شکست بخورید، اما وقتی آگاهی پیدا کردید دیگر قربانی نیستید. شما در جنگ هستید. آنجاست که بیشتر مردم در زمان حال هستند تا زمانی که جنگ به پایان برسد.